دیگه همه بازی لایرز بار رو میشناسین. Welcome to Liar's Bar. این بازی هم پر از استرسه هم پر از خنده و هیجان، چون هیچ کس نمیدونه که تیر کی خالیه و تیر کی پر. یوتیوب ایست تویگان. امروز قراره یکی از هیجان انگیزترین و خنده‌دارترین بازی‌های عمرمون رو انجام بدیم. بازی لایر بارز ولی تو دنیای واقعی. همه یه اسلحه دارن ولی این اسلحه ها اسباب بازی هن. نکته اینجاست که هر کی اسلحه شلیک کنه باید بره سراغ مجازات. ماجرا از این قراره که باید دروغای همدیگه رو حدس بزنیم. هر کی دروغش لو بره باید یه تیر با تفنگ خودش به سر خودش شلیک کنه. پس این بازی فقط در مورد خونسردی و دروغ گفتنه. کی میتونه بهتر دروغ بگه؟ کی قراره اولین نفر مجازات بشه؟ همینجا تو این ویدیو میفهمید. خب بچه‌ها، آدریان، آسارنگ، عدش من آقا حسین. بچه‌ها آماده اید؟ بله. میز اول، دست اول میشه دست آس. اوکی؟ پر کنید بچه‌ها. این تیر یه دونش پره بچه‌ها. بقیه‌شو ترکوندیم. ما نمیدونیم کدومه. شانسیه. کارت 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. دست هم دیگه رو نبینید دیگه. 5. از آدریان شروع میشه. آدریان شروع کن. دست آسه. هر کارتی هم که میان اعلام کنی. آس. بلو فکر. آه حسین. بزن. وای خیلی احساس. نزدی؟ وای نه. کارتا بده. پس جمع شد. وای چه سیسش. من یه شلیکم رفت. دست میریم رو چی؟ رو شاه. آدین شروع. شاه. 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 بلو. یا. خیلی این کار. وای. دست رو بیبی. برو. خب. بیبی. خب بلوف هم دیگر بگیر. همه رو من دارم میگم بگیرید دیگه. چه میترسی؟ هم بلوفشو بگیر. بیبی. تو باید تیراتو بزن. حالا که اینجوری شد پس منم بیبی. بلوفه. شلیک تو سر. نه از تو سرت بگیر. اینجوری نه. داره اینجوری میکنه. بگیر نه سر. دست میام بیا این سر. دست رو آس. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. اینم 5. آدم شروع کن. آس. دوتا هم میتونید بذارید اینا. دوتا کارت بذارید مثلا بگید دوتا آس. آس. بلوفشو بگیر حسین. نه. حسین بگیر نترس. بلوف داره نه میزنه. ریسک نمیکنم. آس. تو بگی. دوتا هم من آس. بلوفه. بزن. آدریان بزن. قبل اینکه نه نمیدونستم دوتا بود. آدریان بزن. سمت سرت. آها. ببین بزن. دوتا. خب دوباره روشا. بلوفو بگیری جذاب شه. 3 4 5. 3 4 5. میترسه. 3 4 5. از شلیکه نمیترسه. از مجازاته میترسه. دقیقا. تو چیه؟ روشا. شاه. 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 دوتا. حسین بگیر بلوفشو. بلوف. حسین بزن. دوتا شاه. سمت سر. بچه دست رو بیبی الان.
بی خب بی بیبی دو تا بی بگیر دو تا بی بابا بلوفه بلوف نیست دو تا بزن سه بوشلی که داشتی دویل دستم بودا فایناله نیست اینم بزن نبود چقدر سفیدی آس دو تا آس؟ دو تا آس انداخت آس. آره دیگه ولی بازی کردی روش دیگه نمیتونی بگیری حواستون باشه برو بگو دو تا آس نه اینکه بگی چیز بلوفه؟ آره دیدی؟ چی شد؟ دست ببین مثل سارنگ نترس باشیم تق میزنه روی شاه بود دیگه آس الان رفتیم شاه بگی بلوفه شاه 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 دو شاه بگی تمام کرد یکیش بلوفه من تو رو حرف زدم بزن وای به چیه؟ بیبیه خب دو تا بی بلوف سرعت هم هیچی نمیکرد یه ذره استرس بده تو ویدو آس برو آس بلوف شاه دو تا شاه شاه بلوفه سرویس جان چه دودی کرد اد افتاد اولیش به من ایشالله اون ترکیبیه بیا بس شد بریم برای مجازات ترکش داشت یک دهنت سرویس ترکیبی است به ای نه دیگه نه بس دیگه با یه ذره با توش باشه نه کجا نوشته؟ نوشته ترکیبی نمیشه یه ذره از ترکیبی خودم کردم که لعنت بر خودم باد خب شکر قهوه‌ای شکر قهوه‌ای دیگه این شبیه گله این روش قهوه میاد زیاد نمیدونم که مزهش همش خودگی مازندرانی فقط میدونم من منظورم چی بود البته لوران فکر می‌کنم گندگی این که آبه هیچ آها آب ریختم یکم مزهش بهتر شد خب سس گلوریا بسه اون سرکه است؟ نه ببین یه چیزی مثل ترشی خیار بخشید ترشی فلفل اوه قاطی کردم این فلفله است که تو ترشی هست این آب اون ترشی همه نریز همه شما اینو میخوری خب فلفل یه دونه باید بخورم پشت بندش فلفل یه گاز بزن اصلا مهم نیست نصفش باید حداقل بخوری من میگم نصفش خوردی یا نه ها تونده این آسمو گاته آی آی بچه من به عنوان دیلر میشینم تو بازی کارت میدم و ببینیم نفر بعدی چه مجازاتی در انتظارشه رو آسه برید آس بچه بلوف بگیرید آس جرأت میخواد بلوف گرفتن بلوفشو بگیر بلوفشو بگیر بگیر بلوف نه ولی گوش
آدریان جان بیا. آها سمت سرت نزدیکتر. این خیلی ترسه. نزدیک میگیره بود. اینجا بعد بگیر. شاه شاه شاه. دو تا شاه بلوف نمیخوام بگیرین؟ شاه حسین بلوف سارنگو بگیر. شاه. شاه بلوف سارنگ جان شلیک. من خیلی انشاس بودم. بیبی بیبی. بلوفه دو تا بیبی امکان داره. بیبی بیبی. بلوف آدریان قشنگ نزدیک سر. خوبه ترکید برای چوس کرد. ترکید برای چوس کرد. بیا تلموش بچه این تلموش روش یه دونه پاستیله. ما اینو فعال میکنیم. آدریان باید بدونین که تلموش بپره بتونه این تومه رو برداره. تماش قبلی یادته این کار داره بوم خونسا میکنه. تلموش تکون نده. میزو تکون نده. آمبولانس هم داره میاد. زنگ داریم برام. خب بذار فکر کنم اگه بوم که نمیخواد خونسا کنی که. ندم زنگ آمبولانس. خب بچه‌ها میریم سراغ دوئل دو نفر باقی مونده ببینیم برنده این بازی کیه. فرقش اینه که الان نفری 5 تا واقعا کارت میگیرن. خب بازی اگه روی آس به چرخه میشه آس نمیدونن آس پایینه یا دست خودشون دست حریفه. یه ذره بازی حساس‌تر شده. آماده این؟ بله زمین آسه. تیبل رو آسه. اوکی 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 و این نکته هم بگم که دویل حذف شده بچه‌ها چون یه کارایی ندارم. شانسمون دویل نیومده این دست. سارنگ شروع کن. آس چه استرسی. سارنگ جان شلیک. دیگه باید باشه دیگه. برنده این بازی آقا حسینه ولی چون ما هممون مجازات شدیم دوست داریم یه مجازات هم حسین بشه. نه نگو رفاقت. اینم شلیک تو. مجازات بود. بذار خودت برو. سر کن بذار یا حساب بده دیگه شانسته دیگه. من زدم دیگه. اگه تخم خام نیومد دوباره خودت بزن. تخم خام. خیلی راحت خورد. خورد دادی؟ دهنش سرویس خورد داد. چجوری بود؟ باید همش میزدیم. با زرده نه؟ اشتباه کردیم. نه تو اشتباه نکردی. میدونی چرا سفیده مال تو زرده مال حسینه. فکرشو نکنم. بخور دیگه حسین. بخور. رفاقت خوب است. من رفاقت بخور یه ذره بخور تست کن. اون جای بعدش برای من مونده. نه زرده گاز مقوی. نزن بده پایین. گاز نده خب سلامتی. اونو که میریزی اینجا. چرا؟ اونو که میریزی اینجا مزه نمیکنه. فلفل داری؟ فلفل یا نمک؟ نمک دارم. نمک آره. بیا. یعنی دمش کم بده بچا. پایین. اصلا فکر نکن بهش. من نگه می‌داشتم بد میشد دوزی. آره بده پایین. بو نکن بعد نه بو کن نه نگه دار. یه راست بده پایین. بچا رفاقت از مگه سم بردم؟ اینو مگه بره. نه فرقی با یه جمله سنگین بگم تو بازی رو بردی ولی رفاقت رو باختی.
مستقیم پایین. مستقیم پایین. مستقیم پایین. برو. ماشاءالله بد نبود زیاد. عالی. چون مزهش نمیکنه.